در شهر خوجند تمرین آمادگی به پیشواز پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف شروع شده است. تمرین‌ها در فرودگاه خوجند در خط پرواز در زیر آفتاب سوزان گذرانیده می شوند. در نتیجه هم نورستان و هم کلانسالان را آفتاب می زند و از اوش می روند. خبر داده است روز 29 مای در فیسبوک نشریه یور تیجی که در صحیفه‌اش از جریان این مارشروفکا در فرودگاه خوجند نو عکس نشر کرده است. در تاجیکستان جلب ازدحام بزرگ برای پیشوازگیری رهبران دولت‌های خارجی و یا برای گذرانیدن چاره‌بینی‌ها و تنتنه‌های رسمی کسی را به حیرت نمی‌آورد. این عرف است که از نظام ایدئولوژی اتحاد شوروی میراث مانده است. دانشجویان مکتب‌های عالی الکی از امتحان‌های امساله آزاد کرده شدند، ولی در عوض وعده دادند که تابستان در مارشروفکاها به پیشواز 30 سالگی استقلال تاجیکستان که ماه سپتامبر سال جاری تجلیل می شود اشتراک خواهند کرد. خوجند باشد ماه آینده برای اولین بار در سالهای آخر رهبر یک کشور خارجی را قبول می کند. رهبران دولت‌های خارجی ضمن بازدیدایشان از تاجیکستان معمولاً با دیدار دوشنبه یا دره ورزاب و حد اکثر با سفر به شهر ترسانزاده محدود می شدند. در ترسانزاده پیش به آنها کارخانه آلومینی سازی را تماشا می دادند، ولی سالهای آخر بیشتر به تماشای باغ‌های مشهور انگور و گیلاس می برند. ولی در برنامه سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف به تاجیکستان که از 10 تا 12 ایون صورت خواهد گرفت، بازدید او و میزبانش پرزیدنت تاجیکستان از خوجند نیز وارد کرده شده است. قرار است میرزیویف با امکانات و ظرفیت‌های تجارتی و اقتصادی ولایت سوخت آشنا شده از چند کارخانه و انشاءات فرهنگی و تاریخی شمال تاجیکستان دیدن کند. این الکی دومین سفر رسمی شفقت میرزیویف به تاجیکستان بعد رسیدنش به قدرت در سال 2018 و دوباره گرم شدن مناسبت‌های تاشکند و دوشنبه بعد 2 ساله جنگ سرد در دوران ریاست اسلام کریموف می باشد. سفر یکم میرزیویف را اکثر تاریخاً نامیده بودند، چون که در روزهای آن سفر تمام گذرگاه‌های سالها بازبسته در مرز دو کشور گشوده شدند. پروازهای هواپیماها بین تاجیکستان و ازبکستان از سر گرفته شد. رژیم ویزا که کریموف جاری کرده بود بیکار شد و مردم امکان سفر به کشور همسایه را به دست آوردند. سودای بین دو کشور نیز جان گرفت. میرزیویف این باره به تاجیکستان یک ماه بعد مناقشه مسلحانه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان می آید. آن مناقشه با 55 کشته و حدود 240 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه مرزی در چند 10 ساله آخر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود و کشورهای دیگر منطقه را نیز نگران کرده است. کامیل علمجانوف سخنگوی سابق میرزیویف در روزهای بحران مرزی نوشته بود که مناقشه بین تاجیکستان و قرقیزستان با میانروی شفقت میرزیویف حل شد. به نوشته علمجانوف ماز میرزیویف روز 30 اپریل هم به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و هم به پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف زنگ زده هر دو را برای تماس تلفنی با یکدیگر راضی کننده است. در آن گفتگوی تلفنی رحمان و جباروف در مورد آتش بس و شروع مذاکرات مسائل مرزی توافق کردند و تیرپرانی در مرز انجام یافت.